جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اکثر خطای ابن آدم من لسانی، گفتن اکثری خطا و گناه فرزند آدم از روی زبانش می شود. گفتیم زبان آلتی هست که حتی انسان به کفر میبره. بعضی انسان ها با گفتی چون هزل شوخی میکنن، بعضی سخنهای کفر میگوین، نعوذ بالله. حتی شخصیت آمد نزد ما گفت یک انسان با حاجی است. بعضی از حاجی ها خیلی نام حجم و نام شریعت هم پس کردگی هستند. گفتن که مسجد هم دشنام میکنه و قرآن هم نعوذ بالله و عالمارم و حج رفته آمده است، خیال میکنه که همه را از خود کردن. حج یک امر فرض از کلت ساقط کرده. فکر نکن یگان درجه و یگان عنوان بلند گرفته. از زبان هر چیزی آمد نگو برادر عزیز. تحقیری در دین کفر است. اکثری از فقها تحقیری در دین، دشنام کردن دین، دشنام کردن قرآن، دشنام کردن مسجد. حتی بعضی از فقها گفتن دشنام کردن اهل علم ها کفر است. پناه به خدا. به این خاطر برادران عزیز بزرگوار زبان ها را نگه بداره. هر چیزی در زبان آمد گفتن نگیره. حرکت کنه نسبت به همدیگر، نصیحتگر باشه، غمخوار باشه. دوستای خدا هم یک مقاله دارن میگن می بخور مصحف بسوز و آتش اندر کعبه زن، ساکنی بتخانه باش و مردم آزاری مکن. اینها گناهی هستند که بین خود و تو پروردگار هستند. انسان بین خودش خداوند هر گناهی کنه پروردگار بخشنده است. از تحت دل توبه نصوح کنه خدا میبخشش. اما حق برادر تا خدا نمیبخشه. برادر عزیز بزرگوار، وقتی یک کس آزار داده، یک کس تحقیر کرده، یک کس غیبت کرده، این گناه خداوند از تو نمیبخشه. بالای هر انسان دو حق است. یا حتما بدون برادر، حق الله و حق العباد. حق الله به سبب توبه بخشیده میشه، اما حق العباد بخشیده نمیشه. تا او برادری که آزارش داده، تحقیرش کرده، تا او را تر نبخشه خداوند گناه تر نمیبخشه. برادر بزرگوار، برای همین خیلی هوشیار بودن در کاره. هر چیزی در زبان آمد از زبان بیرون نکن. 100 مسجد و 100 مدرسه آباد کنی، 100 بنده به زر خریده آزاد کنی، 100 روز روزه گیری و شب به نماز، زان به نبود که یک دل شاد کنی. یک دل شاد کردن خیلی ثوابی بزرگ داره. عزیزای خدا میگن دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیلی آزر است، دل نظرگاهی جلیلی اکبر است. یعنی دل شاد کردن، یک انسان خرسند کردن خیلی ثوابی بزرگ داره. اما تحقیر و آزار دادن، غمگین کردن هم خیلی گناهش بزرگ است. برادر عزیز بزرگوار، برای من بسیار خواهش میکنم جوانهای محترم نسبت به همدیگر به احترامی نداشته باشه، گفتارهای بد نداشته باشه. از کلان سال ها خواهش میکنیم سخنهای دغل از دهانها تو بیرون کنه. انسان در حیاتش هر سخنی را زیاد در گفتار داشته باشه، وقتی مردنش این سخن تکرار میکنه. اکثر عزیزای خدا اینها را در کتاباشو آوردن. حتی شاهدی حالتی بودیم که انسانی که دائما کارش دشنام بود، وقتی جان دادن دشنام کردن جانش از بدنش بیرون شد. در زبانت کلمه لا اله الا الله آموخته که وقتی مردن این را تکرار کنی، نه اینکه یک برادر تا دشنام کرده جانتی.